سلام رفقا. به بچه های پیج قول داده بودم که طرز کار کردن با تیغ و نلبکی یا اون تیغایی که لاچک استفاده میشه رو برای کارهای دوردار آموزش بدم. آسایدین نشون بده. برای کارهای دوردار ما باید یه قالب داشته باشیم، یه نقطه صفر واسش تعیین کنیم. برای همین ما این قالب واسش درست کردیم، میریم یه قسمت از کار رو میزنیم. باقی توضیحات رو آخر کلیپ خدمتتون عرض میکنم. خب رفقا، کلیپ رو دیدین. برگردین یه بار دیگه کلیپ رو نگاه کنین به قسمت هایی که من دستم رو گرفته بودم که سعی کردم بیرون کار باشه. اینا رو دقت کنین، هیچ موقع دستتون رو داخل چوب نگیرین، هیچ موقع بر نگردونین چوب رو به سمت عقب که باعث میشه با سرعتی که فکرش هم نمیکنین انگشتتون بره. و اینکه سعی کنین از این سیستم استفاده نکنین. تیغای الماسه و قربرنگدار هستش تو بازار، هم خیلی تمیزتره هم خیلی بهتره. موفق باشید.